التجا میکنم و مضرر نرسونید. آخرین ها کودکم. اما تاکی یک چند ساعت یک جاییم. اگر گفتگویم رو نکنید کودک نگفته همه تا رو میکشم. تعینات مخصوص هنرتان را ببینم. این ناز بوده است. چند سوم است؟ این فروشی نیست. چطور فروشی نیست؟ مگر با تو چیزی دیگر لازم نبود سلاح رو چیکار میکنی؟ کارا چی؟ میگیرم گفتم میگیرم. و من سلاح حقیقی لازم. این زیبا بوده است و من معقول شد. این را گیر. کنی گپ زن؟ فروشی است یا نه؟ لیکن چک نمیدیم. گیر. مرا انتظار شو فیضیه و نزدت می آیم عشقم. شو آرام شوید. نترسید. هیچ چیز نمیشود. با شما وعده میدیم. با من گوش کنید. اگر یگان حرکتی ناجا کنید همه‌شان را میکشم. یک به یک میکشم. فهمیدید؟ به من فرق ندارد. زود به اینجا اتوبوس فرستید. با شما نیم ساعت وقت. حساب سر شد. فهمیدید؟ شو آرام شوید. کنی زودتر زودتر. اکای صالح آمدند. چه کار کردید بچه ها؟ کارها خوب نیستند. در داخل کودکان هستند. ظریف یگان معلومات پیدا کردی؟ آدمی در درون بوده تروریست با نامی بازار برای به تشکیلات کمکی مادی رساندن با دزدی و غارتگری مشغول است. بازار؟ باوری داری ظریف؟ ولی اکا بازار گفتند آخر. چی شد؟ او را میشناسی؟ ای بیناموس، در اینجا هم از پیش راه هم برآمد. حیوان بیناموس. او را از کجا میشناسی؟ در یک عملیات ما را بدام افغانیدنی بود. او شیطان است در خواب انسان. رفیقانم را به شهادت رسانید اکا. در بدنش از من خاطره ای دارد. پروندم اما کشته نتوانستم. نسبتی هم دیگر کینه دارید؟ البته معلوم می شود که نصیب مردنش همین روز بوده است. پس آن پلیدی که کمی پیشتر کشتن برادرش بود. در این حالت اشتراک تو عملیات را به شکست میبرد. این چی معنی دارد؟ اگر در اینجا بودنی تو را فهمد دیوانه می شود. باز برادرش را کشتی. تو چی گفتن میخواهی؟ چی گفتن میخواهی؟ در داخل کودکانم میگویم. برای کینی تو کودکان را قربان نمی کنیم. بیهوده‌گویی نکن شاهین. کاردار نشو. شاهین هرزگویی ندارد. درست میگوید. از برای خدا این طور نکنید اکای صالح. ماند این سگ بچه را کشم. ماند آخر. برای حساب برابر کردن و انتقام گرفتنت کودکان را در خطر نمیمانیم. ما یک گروه عارف برای انتقام شخصی امان کار نمی کنیم.
اتفاق بودنمون از احساسات و غرضهای شخصیمون اولاتر است. شما این آدم رو نمیشناسید. از شیطان هم بدتر است. اکا همه گونه خیانت و نامردی رو میکند. آن کودک‌ها رو بیرحمانه میکشد. هرچه نباشد شاهین راست میگوید. خطری خوردی را هم نباید صرف نظر کنیم. اگر تو از او قصد داشته باشی احتمال او نیز از تو قصد دارد. آن آدم نباید تو را ببیند. تو در خفا میشی. این آدم 3 رفیقی از همه نزدیکم را به شهادت رساند. خونبهای همشان بی جواب مانده است. وقتی که این بیشرف زنده است و خون ناحق می‌ریزد من با دستانی بسته آرام نشینم؟ همین طور. با من باور کن برای کودکان این بهتر است. با آنها پیوست شده میتوانیم. ظریف آماده است اکا. خیلی خستم تستر به اینسو گذارید گذارید به اینسو گذارید بگویم گذاشتم تستر گذارید نترسید با شما هیچ کار نمیکنم. گذاشته خیلی با نزدم بیایید. شو تمام آرام شوید. هیچ کار نمیکند. چینید هیچ کار نمیکند. نترسید آرام شوید. اینجا بیا. این تلفن کیست؟ صدا از روژه دیگر می آید. نیست طرف شو این طرف بیا. اینجا بیا. شو آرام شوید. من خواهشم را گفتم. اتوبوس بخواهم 20 دقیقه دیگر داره. نامی من صالح. به من اعتماد کرده میتوانی. طلبت را بجا میاریم. اما تو هم نیکسریش بودنت را نشان ده. کودکان رو رها کن. اگر آنها را جواب دهم ما را مثل کف چیکار میکنی؟ تو دیگر یگان راه گریز نداری. بهتر از سلاح‌ها را گذاشته تسلیم شوید. به خونریزی کار را حل کنیم. بی عقلانه کم نزن ابله. شد عصبی نشو. هیچ نباشد یک چند کودک را رها کن و ما طلب‌های تو را اجرا می‌نماییم. مایلش شد گفته‌تان را اجرا میکنم. تو اینجا بیا. با خدا 3 کودک را هم گیر. تستر کنی خیز گذار. اینجا بیا تستر راه گرد. تستر یعنی راه گرد. کودکان را میفرستم. کارلوس در و اطراف آن را نظارت کن. من کودک ها را میارم. خب شجاع زکا خواهی نشد. کنی بچه ها به نزد من بیایید. هپ میرویم. زودتر.
یک معلمه هم میرود. التجا میکنم خودت را از دست نده یاری تجری را چه احسانت التماس طاقت کن اگر مادرم فهم زیق میشود حریفانی به ناموس چه تفرین را کردن چه تفر من آرام شده نمیتوانم من این حریف رو پارا میکنم میکشم معلم این جوان را از پشتش براندن نامردی کردن من از این نامردی ها دیوانه میشم بس از گفتم یک نفرت بس میکنی دیگرت سر میکنی این بچه در حقیقت دیوانه است دردی سر شد چطور؟ با تو معقول شد؟ نام گرفتم برای تو عشقمون رو با این بی‌آخر نگاه می‌داریم فراموش نکن تو از منی و همیشه همین طور میمونی با من گوش کن مرا به حالم گذار برای چی مرا تعقیب میکنی؟ مرا به غضب نآور وگرنه حالت بد میشود از حد نگذر فهمیدی؟ چی شد؟ آن پلید کاری کردهش رو کردن؟ عارف با تو چی مصلحت کرده بودیم؟ عارف از اینجا دور شو عملیات رو برباد میدی من عملیات رو برباد میدیم؟ مگر نتیجه عملیاتتون همین است؟ نیتی نیکم را دیدید وقتتان کم است بسیار کم همگی 10 دقیقه داره بازار! کجا میگید مرا آدم رو میفرستم تو را هم به جهنم میفرستم مرا میشنوی مرا تو مرا میشنوی پلید قربانت شوم آخر کودک‌ها را در خطر میگذاری بیا از برای خدا بیا آخر کودک‌ها حیف میشود زود او را دور کنید چی شد؟ آفتاب برای شما هم خندید مگر معلوم میشود که مرا دور کردن میخواهی
عارف خودت را به دست گیر. اکای عارف التماس خودتان را به دست گیرید. ماند همراهتان باشم آخر. ماند سزای این شیطان را دهم. در عجبم آیا تو سزای شیطان را میدی یا اینکه شیطان از تو را؟ مایلش مایلش من آرامم. راست میگوید اکای صالح. یک بار اختیارم را از دست دادم. مایلش میروم، اما یک شرط دارم. اگر وعده دهید که این بیشرفی پلید را زنده نمیگذارید من میروم. از دستمان آمده را میکنیم، نگران نباش. قول دهید. وعده میدهم. بله اکا. وعده میدهم. اکای عارف بیاید آهسته اکنون میرویم. اکنون خونم به جوش آمد برادر. اکا تو حالا آرام شو. ما اون را پاره پاره کرده نزدیک میاریم. بولتا کارلس لبای به من گوش کنید. تقدیر لحظه قصاص را فرا آورده است، اما اجازه نمیدهد. بازار را به کف دستم گذاشته است، اما پاس کردن نمیگذارد. حالا شما دست و پا و کف دستی من میشوید. مادامی که یک گروهیم، مادامی که یک جاییم، چی من و چی شما فرقی نیست. بله اکای عارف، البته یک جاییم. اینطور باشد. قصاصی رفیقان شهیدم را شما میگیرید. خوب شده از اکا، تنها خواهیش کن. تشکر برادرم. بیا برادر رفتیم. رفتیم برادر. ای خدای بزرگم، به حکمت تو شکاکی نمی کنند، اما من در اینجا پا در زنجیرم و آن شیطان باشد در آنجا رقص و بازی می کند. این چی حال است خدایا؟ سوال نمی کنند. خاموش، کاردار نشو. اسیان نکن. دوست را به خانه می دراری، امانت را نده. اما شما چی ها میگوید؟ من نمیگویم، او میگوید. او کیست؟ صاحبش میگوید. صاحبش. سوال نمیکنن. خاموش. اگر به وزنینی افتادی صبر کن، اگر نعمت یافتی شکر کن. او این طور دوست می‌دارد. پس گفته در می‌گشاید. چشمانت را گشا. شما چی ها میگویید؟ آخر آدم بر این گپ زنید؟ امک حکیم است، به خود نمی‌کند. رزاق است، رزقهایش حد و حساب ندارد. چشمانت را گشا. مرا پیگیری کن. خدایا، یگان آدم با عقل با من دچار نمی آید. چشم داری اما نمیبینی، گوش داری اما نمیشنوی. گرسنه ماندم نگوی، مگر او رزق نمیدهد. او چه ها میگوید؟ من هیچ چیز را نمیفهمم. خاموش، سوال نمیکنن. وقتی که انتظارش نیستی راه میکشاید. این راه به بخچه میبرد. چشمانت را گشا. گوش کنید، من در شعبه تعیینات مخصوص کار میکنم. شما را انتظار میشوم. البته بیایید.
من که تو را میابم، اما تو خودت را میافته باشی. میگویند حاجی را در کعبه، دیوانه را در کوچه مییابد. 01-16-17 автобус омад. ҳамин тавр баромада рафтанашонро иҷозат медиҳед? ронандаи автобус аз мо шавад ака. фикри хуб. аввалин шахси шубҳаногӯҳ мешавад. дуруст, аммо дигар илоҷ надорем. биёед дар бағоҷдон пинҳон шавем. ман медароям. мувофиқ аст. акаи шоин, акаи ориф дар ҷояш нест. дошта натавонистеда? ором намешинад ориф. иншолло ягон кори нодуруст намекунад. پلیسم. حاضر شما را از اینجا میبرم. فقط خاموش باشید. مالش کو رفته. بیایید. رفته. کنید دمتان را گیرید. شودروم شوید. بیایید میرویم. هر دویتون کودک را به افطابوس سوار میکنید. روی پوشایتان را کشید. افطابوس را تا جای رفتنش ببرید. بعد آن را میترک کنید. این کار را کرده میتوانید؟ چی بگویم؟ میتوانید؟ میکنیم سردار. اما 3 نفر بودنمون رو میدونم. گریختنمون رو میفهمم. نمیفهمم. خواطر نشو. و او لباس میپوشونه. دهانش را میبنده. او را به جای من گمان میکند. فهمیدی؟ فهمیدم سردارم. زود از اینجا گریخته پنهان شوید. زودتر فقط آرام باشید. زودتر افطابوس آمد. کمی دیرتر میبرویم. تو رفته اطراف را نظارت کن. خوب شده سردارم. акаи ориф? вай қурбона шавам акаҷон, мисли супермен даромадааст акам.
دست افتادی اکنون چیکار میکنی؟ شد بچه ها نترسید شد کیست در اونجا؟ کارلوس تو هم نشان زنی بد نبوده ای برادر. اکا من از سان آدم دیگر رو به نشان گرفته بودم. کیست در اونجا؟ شد نترسید هیچ چیز نمیشه ایسا بیا با اون نرسید کس اینجا میگویم میکشم همه کودکان رو میکشم یک دل مونده تمام شد کس میگویم میکشم کودکان رو میگویم کیست اینجا کارلوس چه گپ است پس چرا براندی؟ اکای عارف تو خود نکرده باز با درون در آمده است. این کارش رو من میدانستم که همین خیلی عارف همه این نقشه رو برباد میدی. تیر از کمانچه است درآید اکنون. اوی در آنجا بوده یگان ماماقلیه نکن نباشد کودک میمورد میکشم کودک رو میکشم میگویم با کودک ضرر نرسون او را سرده التماس هم از راگیر خاموش نباشد کودک رو میکشم شد آرام شد رفتیم ایستا میکشم کودک را اگر نزدیک شود میکشم کودک را میکشم میگویم مایلش به قفا مایلش آرام شد نزدیک نشوید به این طرف رفت از بالکن گریخت طرف یک کودک در دستش است لطفا او را نجات دهید مایلش آرام شوید شما کودک را گرفته زود به بیرون برید زودتر کنی بچه آرام شوید میبریم ای خدا در اینجا کیها بودن؟ ما سخت ترسیدیم لطفا به ما کمک کنید ظریف تو اینها را به بیرون بر خواه کنی بیایید به باغچه با هم بازی میکنیم کنی بچه ها زودتر رفتیم زودتر بیایید رفتیم تسلیم شو ایستا اگر من بمیرم این کودک هم میمیرد انتخاب در دست توست عارف تو چیکار کردی؟ کودک را پراندی عارف خیز از جد دستم درد میکند شد گریه نکن همه از گذشت گریه نکن صد شکری خدا خوب است بازار زخم دار است او دو رفتن نمیتواند برای این احمقیت جزا میگیری اوتر تو با من بیا شما با کودک مانید رفتیم زودتر رفت اونجا نکن چی شد؟ گریخت در همین جاها پنهان شده است میدانم دوام کار شعبه ضد تروریستان از بچه ها میرویم بازار نام من عارف
تو مرا میشناسی. در جیندر تو رو زخمدار کرده بودم. برادری پلیدت را هم من کشتم. تو را هم لخت و پاره میکنم ابله. به هر کجای گریزی از تگی زمین باشد هم پیدا میکنمت. البته یک روز وا میخورم. تو مرا میشنوی ها؟ شد بس بچه ها رفتیم عارف. خاطر نشم برمیگردم تنها برای تو. دستان به یکی از کودکستان‌های شهرمان هجوم کرده آنها را گروگان گرفته بودند. در نتیجه عملیات با موفقیت همه کودک‌ها را رها کردند. خیلی ترسیدیم. در حقیقت من لحظه فکر کردم که میمورم. سرشکر یک قهرمانی به داد ما رسید. جونش را به خطر گذاشته به ما کمک کرد. آنها سبب شدند و من میتوانم پگاه به دختری دوست داشتم فاتحه شوم. باز کاری کرده خودت را قهرمان روز کردی. من از پس قهرمانی نمیگردم. من تنها کاری را کردم که لازم میدانستم. برای همین حیاتی همه را در خطر گذاشتی. همین طور. تو چی فکر میکردی؟ آنها کودک‌ها را برده در ایستگاه میفراوردند. نه همه شد را میکشتند. تو این راز کجا میدانی؟ میدانم چون که شنیدم. شد بس اکنون تمام. ما یک گروه معریف نباید حیاتی هم دیگر را در خطر گذاریم. من همش را میدانم فهما. اگر مجبور نمیشدم این کارا نمیکردم. بس گفتم بس شد بس کنید. بس شما میگویم. شاهین ای بس آخر جنجالتون تمام شد؟ خوب خیلی خوب. رفیق نوی گروهتون رو همین خیل پیشواز گیرید. خوب اعضای نوی گروه؟ خانم فیضیه اکنون با ما کار میکند. اون متخصصی روانشناس است. در امریکا تحصیل کرده است. با دیپلم سرخ تمام کرده است. در فعالیتش هم خیلی موفق است. یعنی دکتری دیوانه ها؟ روانشناس. فهمیدم دکتری دیوانه ها. همانی که به او احتیاج داشتیم. خانم فیضیه باز مثل اکای ساله مذاکره‌چی خوب هم هست. از این پس یک جای کار میکنند. ساله ظریف خیلی شادم. من هم. کمیسر شاهین سکریالی یعنی نامی دیگرش ما او را کارلوس میگوییم. خوش آمدید. بالتا یعنی رجب. این کس گلی سری سبد شعبه ما سومن. خوش آمدید. خوش باشید. نام این کس باشد کمیسر عارف. با کمیسر شناسم. این رو بینیتا. شما شناس هستید؟ از کجا؟ از هیچ کجا. یعنی راستی همین صبح شنا شدم. بله تصادفاً. حیاتم رو نجات دادند. واهمه نکنید خانم. اینقدر هم نه آخر. شاهین و عارف سردارانی گروهند. فهمیدم. اکای ساله مذاکرتی همون. ها باز حربی هم هست. چایخانه چی اینجا؟ خوش آمدید. عارف، شاهین، شما با من بیایید. خوب شده سردارم. خانم فیضیه یک چیز پرسم. مذاکره‌چی ها؟ مذاکره‌چی در آمریکا هم تحصیل کرده است. ماشاءالله هم با عقل و هم زیباست. همینطور نه؟ والتا؟ من نمیفهمم. من بغیر از فاطمه دیگرشون نمیبینم. باز اکای عارف رو میشناخته است؟ که شناسی رو باشند. کارلوس برقصد میکنیم. نه اپا جان کارش رو رو میگویم. البته مذاکره هم برای تربیت انسان
کاری فایده آور است. کنی جنابان همین قدرش بسنده است. به خانه هایتان رفته دم گیرید. به خدا سردارم اگر خانه میبرو رفته دم میگرفتیم و آخر مصلحت کردیم به خانه ما نمیرویم. مایلش از این خبر دارم. این کار را حل میکنم. تشکر سردارم. وای سومن برآمد. او همینجا بوده که به فکرم برآمد. به خدا نمیدونم. به من چیزی نگفت. زنگ زدم جواب هم نداد. اکا اگر از یگان چیز خفه شده باشد معلوم میشود که صاحب خانه شما رو بیرون کردن؟ به خدا نپرسید اکی صادق. به خانه اکی عارف میرویم. برادر در بینای ما هم همسایه های غیبتچی خیلی زیادند. به فکرم از آنجا کشیدن من هم نزدیک است. بهترش هر سیتون یک خانه خوب یابید، یک جای زندگی کنید خوب و نفس. این چه عملتون جدا اسراف است آخر. خدا با من موافق است. اکا اگر با شما موافق باشد با من هم موافق. هر چی با شما موافق باشد به من ضرر نمیکنه. من همه ایستم. آخر تو اویل دور هستی در خانه مجردان چیکار میکنی؟ با شما اونس گرفتم آخر. مرا به حالم گذار میگویم. التماس میکنم آخر میترسم. آخر جوان مرد است. دلش صاف باشد بس. رجب برادر. یگان مشکلی هست خانم فیضیه. دلم رو میرنجانی. اوزر حالا همزن میزند. امروز به من این رسم را فرستاد. با فکرم کار رنگ جدی گرفته. خیلی میترسم. التماس مرا تا خانه نمیبرید. میدونم عیب است از روز اول. اما بچه ها اکنون از این پس اکی عارف بچه های پر از آتش می دراید. بخبر نمونید. شما روید من بعد می آیم. خانم فیضیه یک کمی مشکلی دارد. سومن هم به فکر من به درد گرفتار می شود. اینطور باشد من یکم تاکسی جر میزنم. من علاقه جر زدم. تو حال نامده یا؟ این بیمار از کی باز از پس شماست خانم فیضیه؟ یعنی هم بیماری عشقتان؟ 1-2 سال می شود. در بین کمی صحت می شود. اما باز همون خیل می کند. اکنون می توانید مرا فیضیه گویید. ما دیگر همکاریم. به هر حال خانم فیضیه بهتر است. یگان جای نگاه دارید؟ به فکرم دیگر مشکلی نمی شود. انشاءالله. میدانستم مرا فریب دادی. میدانستم مگر میارزد کنی گفتن میگویم. مگر من تو رو نمیکشم بعد این کارهایت ها؟ اوزر التماس آرام شو دیوانگی نکن. دیوانگی گفتید؟ برای این بسیار موافق است البته. دوستم خواهش میکنم آرام شو. نزدیک نشو ابله. نزدیک نشو. تپانچه را با من ده میلش. دختری دوست داشتم را از دستم گرفتی ابله. هر دویتان را میکشم هر دویتان را. شما با ماشین او چیکار میکنید؟ چیکار دارید با ماشین او؟ آرام شوید.
شد گذشت همش گذشت آروم شد. در این ساعت کی باشد؟ مرا ببخش. خانم فیضیه یک مشکلی خورده دارد. برای این شب جای لازم است. خواستم به مهمان خانه روم اما اجازت ندادند. چه خیلی مهمان خانه؟ جانم مادامی که مشکلی دارید مرحمت گذارید. مرحمت. تشکر. مرحمت. گذر.